مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از سرردکسی 2-5 ساله 27 ماه ایونی سال 1936 رفیق محترم عینی، سرردکسی 2-5 ساله از شما خواهش میکند که به هیئت نویسندگان 2-5 ساله داخل شوید و خواهش میکند که چگونه بودن پلن‌های ایجادی خود و در سر کدام اثرها کار کردن خود را خبر بدهید. پلن 3 جلد اساسی 2-5 ساله به طرز ترتیب یافته است که در انتخاب موضوع، انکشاف کناندن سوژت و غیر آزادی مکسیمالی نویسنده را البته در دایره وظیفه عمومی ما تأمین نماید. جلد اولی 2-5 ساله و قراره که باید به شماها معلوم شده باشد وطن است. خصوصیت ممتاز این جلد باید نشان دادن شکفتن زندگانی خلقهای SSSR و انکشاف مدنیت شکلاً ملی مضموناً سوسیالیستی است. این جلد باید خوانندگان مملکت را از یک حدود تا حدود دیگرش حس کناند. موضوع جلد دوم تاریخ آدمان و واقعه هاست. خصوصیت ممتاز این جلد نشان دادن تغییر یافتن مردمان در جنگ‌های صنفی برای سوسیالیسم می باشد. موضوع جلد سوم پرقیمت‌ترین کپیتال دنیا است. خصوصاً ممتاز این جلد باید تحریر کردن تیپ‌ها و خاراکتر آدمان 5 ساله دوم، ایجادیات مهنت سوسیالیستی باشد. این کتاب درباره مردمانی تیپ استخانف می باشد. از شما خیلی خواهشمندیم که به ما چقدر که ممکن است زودتر بنویسید که شما کدام موضوع را انتخاب میکنید و در کدام یکی از این جلدها اشتراک کرده می توانید. این اثرش پوست می شود یا حکایه و یا شعر. اندازه این اثر نباید در نشر از 2-3 لیست چاپی زیادتر باشد. ما در نظر گرفتیم که دستنویسی شما را باید از اکتبر این سال قفا نمانده بگیریم. مطلوب آن است به روسی ترجمه تحت لفظیش را هم داشته باشد، چون که تا ماه نوامبر این جلدها به مطبعه سپرده خواهند شد و ما بعد از دوره مختصر را به ترجمه و تحریر ادبی آن استفاده نماییم. مطلوب آن است که به روسی ترجمه تحت لفظیش را هم داشته باشد، چون که تا ماه نوامبر این جلدها به مطبعه سپرده خواهند شد و ما باید این دوره مختصر را به ترجمه و تحریر ادبی آن استفاده نماییم. مرحمت کرده بنویسید که برای تیز کردن این کار شما به چی چیز به شما یارمندی رسانده می توانیم. منتظر مکتوب شما هستیم. با گرفتن جواب مناسبت خود را با شما بادگوار به رسمیت می اندازیم. سلام. کاتب مسئول سرردکسی 2-5 ساله گ کرابلنیکوف. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است درباره اهل علم
درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیاتی استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به سرردکتی 25 ساله 15 ایون سال 1936. به سرردکتی 25 ساله مکتوبتان را دیر 14 ایول گرفتم. سببش این است که من در سمرقند زندگانی میکنم. مکتوب به استالیناباد فرستاده شده است. در جواب مکتوب شما میگویم حاضر من جلادان بخارا را دوباره تحریر کرده شدم. یک دو کتابچه بچگانه نوشتم. غلامان را از ازبکی دوباره کار کرده ایستادم. اما کار اساسی حاضرم تیاری دیدن و متریال جمع کردن برای یک اثر نو است. موضوع این اثر رواج کلخازی و عموما ساختمان سوسیالیستی می باشد. برای تیاری این اثر 1 ماه به جنوب تاجیکستان بودم. حاضر می روم به شمال تاجیکستان و به وادی فرغانه. سیاحت در ماه سپتامبر تمام می شود و کار هم در این وقت سر نمی شود. حجم این اثر کلانتر شده گمان می کنم در ماهای اپریل می سال 1937 تمام می شود. درباره اشتراک نمودن به کتاب 25 ساله تکلیف شما را با ممنونیت قبول می کنم. اما در انتخاب کردن کدام موضوع هم حالا به یک قرار نیامدم. سببش این است که عادتاً من تا شروع کردن به کار به یک قرار آمدن نمی توانم. بعد از سر شدن کار رفت کار به من پلان و موضوع می دهد. البته این عادت من خنده آور است، لیکن چی باید کرد؟ عادت است. با کاری که شما از من طلب می کنید باید من در ماه سپتامبر شروع کنم. در این صورت در آخرهای ماه سپتامبر چی نوشتنی خود را معین کرده می توانم. پس معلوم می شود که من این کار را نه در اکتبر بلکه در نوامبر تمام خواهم کرد. ترجمه لفظ با لفظ می کنانم که در این کار هم خیلی وقت می گذرد. باید به شما معلوم باشد که من زبان روسی را هیچ نمی دانم و کمبودی کلان من هم همین است. برای سرعت کار به من هیچ گونه یارمندی لازم نیست. فقط مانع ناگهانی مثلا بیماری نبراید می شود. اما وقتی که چیزی نوشتم را به ترجمه لفظ به لفظ می دهم، برای ترجمان حق مهنت نقدی لازم است. این را وقتی طلب می کنم که اثر را تمام کرده به ترجمان دهم. آدرس دائمی من سمرقند، لنینسکی رایون، کوارتال قرغانچه، دام نمبر 10 عینی. علاوه در همین 2-3 روز به پنجکن می روم. بازگشته به خانه می آیم. در ماه اوگوست به لنین‌آباد و فرغانه می روم. از ماه سپتامبر دائمی در خانه خواهم بود. با احترام و سلام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید.
дар таҳия ва пешниҳоди гуфтор саҳм гузоштанд. салоҳиддини нурзод ва лутфия қурбонова. анҷоми хониши адабӣ шоду масрур бошед. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت